وسط بحبوحه جنگ اسرائیل و غزه و لبنان که با شهادت دبیرکل حزب الله سید حسن نصرالله شدت گرفت و نگرانی ها را افزایش داد، خب خیلی ها اظهار نظر کردند که همشون اظهار نظر مثبت بود، چون که پس از حمله ایران به اسرائیل به خاطر شهادت اسماعیل هنیه و سید حسن نصرالله و شهید دینفروشان خیلی ها تو جهان اسلام ابراز خوشحالی کردند و یک موج شیعه شدن و مسلمان شدن هم راه افتاد، چون که ایران تنها کشوری بود که در مقابل ظلم رژیم صهیونیستی وایساد. اسمعوا يا شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويا أتباع الإمام الحسين بن النبي عليه السلام، من رجل دين سني حسيني أقول لكم بعد الذي رأيناه اليوم في الجنوب: أنتم أطهر خلق الله على وجه الأرض في هذا الزمان والمكان، أنتم والإخوة في فلسطين ومن لف لفكم، ولذلك فإن الله اختاركم لهذه المهمة العظيمة، وهي الدفاع عن الأقصى. أما هذه الأمة المليارية فلا تساوي عند الله جناح بعوضة، إنما هم غثاء كغثاء السيل، ومن قال غير ذلك فإنه من أتباع غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فلعنة الله عليه وعليهم أجمعين. أقسم بالله العظيم ورب الكعبة إنه أنا فلسطيني سني، بس كرمال الشيعة وكرامة اللي عم بشوفه من إخواتنا الشيعة أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عليا بالحق ولي الله. تحياتي لشيعة العالم. من فلسطين مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن علي الحق مولاه. شعب لبنان شعب فلسطين شعب واحد، واللي مش عاجبه يروح يلكت حواجبه. كل الاحترام لأهلنا في لبنان. لو يوم من الأيام تشيعت من أفعالكم أمة الإسلام، إلى أين يا مشايخنا يا مشايخ السنة؟ إلى أين؟ أخبروني إلى أين؟ لو يوم من الأيام تشيعت من أفعالكم، لو يوم من الأيام سمعتم أن ريم نوريمي أعلنت تشيعها فسيكون من سكوتكم وصمتكم. إلى أين؟ أخبروني إلى أين؟ بماذا ستقابلون رب العالمين؟ كل دماء أهل غزة وأهل لبنان كلها تلطخ أيدي. اما وسط این ماجراها یه دفعه یه فیلمی منتشر شد از فردی به اسم محقق یزدی که احساسات خیلی ها رو جریحه دار کرد. توی این فیلم این فرد مستقیما به سید حسن نصرالله حمله میکنه و اون رو حسنک میخونه. بدتر از اون شروع میکنه به حمله به آیت الله خامنه ای و مطالب عجیب و غریبی در مورد زندگی شخصی آقای خامنه ای میگه. این فیلم احساسات خیلی ها رو برانگیخت. با هم این فیلم رو که در فضای مجازی منتشر شده ببینیم. معنی ندارد یه رژیم جعلی پیدا شده، خوش شده باشه، یه عده یهودی را از دور جهان جمع کردن اونجا آوردن. این معنا ندارد که من میخوام با اینا بجنگم. اومده من از خونه زندگی بیرون کرده، خیلی خوب. معنا ندارد من برم بزنم یکی از اینا رو بکشم، اینا بزنن 300 شیعه بکشن. بالله والله تلا کار حرام کردم. اون حسنک نمیدونست چه غلطی کرد، من میدونم چه غلطی کرد، چقدر خون گردنشه و اونایی که پول بهش دادن. حسنک کجایی؟ حسن یعنی اون شهرونده، درسته اومده خونه تو رو غصب کرده، نمیتونی خودت منفجر کنی 4 تا اینا رو بکشی.
این شاید عملیات ارهابی. کجا شهید برو بند خدا، کجا شهید شدی؟ حرامه. فلانی گفته 2 تا زن داره، من میدونم آزاده‌هاش هم هر کدومشون یه جایی رئیسن، بچهای خودش بفرسته بره فلسطین عملیات شهادت طلبانه بود. چرا بچه‌ها خودشون نمیفرسته؟ چرا بچهای خودش برای دفاع نمیفرسته از اونجا؟ اینجا نسته هورت میده که برید، خودت برو. به ملا گفتن که میای بریم برای دفاع. کجا؟ گفتن فلان جا. گفت برای چی؟ مگه چه خبره؟ گفتن مجتهد بله شهر ما فتوا داده که بعد برید اونجا برای دفاع. گفت هر وقت خودشو 4 تا پسرش رفتم، من پشت سرشون میرم. ملا گفت اگه دفاعست و واجبه، خب بر همه واجبه دیگه. اول خودت برو، بچه‌هات پسرات که جوونن، تو خودت مثلا. هر وقت رفتن من والله به من گفتم آقا هر وقت فلانی رفت اسم بردم، منم پشت سرش نامردم، میگه نرم. بلدم از من میاد اینقدر این کلاش بلاشونال بلدم راه میبرم. کجا یاد گرفتی شما چیکار دارید؟ در گوانتانامو. بلدم از این میاد. متا آقا را بیفته من پشت سرش، تا هر جایی رفت، تا خود کنار کاخ سفیدم رفتم میرم، اگه نرفتم متا این بیاد. این که نمیشه اینجا بشینی بگی برو عملیات شهادت طلب. خب فیلم واکنش‌های زیادی داشت، خیلی ها متاثر شدن، خیلی ها ناراحت شدن. الان ما توی شرایط جنگی هستیم، این حرفا چه معنی داره؟ خب حرفایی هم بود که سابقه نداشت. یکی از طلابی که ظاهرا در فضای مجازی، حالا یکی از شبکه‌های اجتماعی که معرفی نمی‌کنه چه شبکه‌ای رو، داره میره سراغ این فرد که میشناخته و باهاش در رابطه با این فیلم صحبت میکنه. نکته جالب اینه که این فرد بعد از اینکه انعکاس حرفاشو میبینه منکر همه چیز میشه. یه بار دیگه فیلم اول رو ببینید تا متوجه بشید چطوری انکار میکنه و همه چیز رو به سالها قبل ارتباط میده، در حالی که در فیلم اول مشخصا معلومه که مخاطبش کیه و در مورد چی صحبت میکنه. چون گفتن سید حسن نصرالله رو گفتن حسنک. اجازه بدید چیز نگیرید دیگه. نه من سوالم اینه، بذارید پس من جواب. امام حسین شهید شد که اسلام زنده بمونه، درسته؟ بچهای حماس شهید شدن اسلام زنده بمونه. چرا باید الان پخش شده باشه از شما راجع به سید حسن نصرالله مقام معظم رهبری که بله بفهم. این صحبت ها مال 5 سال قبله. مخاطبتون کی بود؟ همون که بگوشید. نه اون حسنک مخاطب کی بود؟ ربطی به ایشون نداره. حسن روحانی بوده. الان تحقیق کردم من سوال میپرسم اونجا یه قصه گفتی. بله. عنوان مثال قصه حسنک کجایی کتاب فارسی رو گفتی. من اگه گفته بودم علی میگفتن رهبر رو گفته، گفتم حسن میگفتن اونو گفته. پس شما بحثتون حماس و حزب الله و مال الان نیست. الان یه نانجیبی الان اون تیکه رو قبل و بعدش رو برداشته آورده، چون گفتیم حسن زده به این. پس شما موضعتون راجع به این بحث حماس و حزب الله اینا بفهمید. خب نه الان بفهمه. من میخوام شفاف سازی کنم. ببینید من مخاطبم همه طلبن، همه هم ناراحتن. هر کس برای دین قدم برداشته، خب هر که برای مذهب حق قدم برداشته، زنده است ما دست و پاشو میبوسیم، مردم هست ما خاک قبلش رو سر میبوسیم. خیلی پس شما موضوع سید حسن نصرالله رو تکذیب، موضوع مقام معظم رهبری این بحث 2 زنه بودن و اگه راست میگه بچهای خودش هم تکذیب. این حرفم مال 4 سال قبله. نه میدونم، حالا مثلا مال 40 سال پیش داره میگیره. اون موقع اصلا من نمیدونستم ایشون 4 تا پسر داره. قرینش هم اینه مگه آقا 2 تا زن دارن؟ من نمیدونم. شما مثال گفتیم. اگه من گفته بودم گفت من خبر دارم اون بنده خدا 2 تا زن داره. بله. اگه راست میگفت 4 تا بچه 4 تا بچه. اگه من گفته بودم 5 تا گفتید فلان وزیر 5 تا بچه. حالا من یه سوال بپرسم حاجا شفاف سازی. 4 سال پیش 5 سال پیش شما صحبت کی بود اون بنده خدا مخاطبتون؟ مثال در مثل که مناقشه نیست. نه شما میگی یه کسی میره گفتم یکی رو انتحاری میکشه اسرائیلی رو گفتید دیگه.
اسرائیلی رفت کشت، بعد به واسطه اون کشتنه 300 نفر رو اسرائیلی میاد. چرا جایز نیست؟ امام حسین هم همین کار کرد. نه جدا نیست عزیزم. امام حسین هم نه مبناییه. شما من سوال ازت میپرسم چرا امام حسین رفت شهید شد، میگی معصومه. آدم امام حسین انسان، فرشته نبوده. دلیل دنیاییشو میگیم امام حسین شهید شد که دین زنده بمونه، دین اسلام، شیعه زنده بمونه، دین اسلام زنده، ولایت امیرالمومنین. باریکلا. زمانی که حماس حمله کرد به اسرائیل، زمان شیعه نباشه، مسلمونه، رفتن برای اسلام، مرد حسابی. الان مسیحی ما شهید مسیحی داریم، ما شهید یهودی داریم. نه نمیشه آدم بلد نباشه راجع به موضوعی صحبت بکنه که نشد. منم برم یه منبری بردارم شروع کنم راجع به چیزی. من امشب اینقدر لذت بردم از صحبتاتون، نکتهایی که گفتید دونه دونه‌شو لذت بردم. اینقدر امروز من دردم گرفته بود از این کلیپ، فقط گفتم میام این حاج آقا رو ببینم نه بکشم، آخه ما تو مراممون نیست. برم ببینم حاج آقا. امشبو نمیگی اگه یه نانویجی پیدا شه یه تیکشو کوچولو در میاره، یه وقتی که یه قصه شده میذاره، میگه 5 سال دیگه، 4 سال دیگه، 3 سال دیگه جرزم میشی. اون نانجیبی که این تیکه رو در آورده الان گذاشته که اون آقام حسن، اینم گفته حسنک، دیده الان خوب وقت. خیلی خوب. پس من این نکته که شما راجع به حماس، حزب الله اینو خود مقام منظم رهبری هم یه تیکش رو در آوردن و اونجا ویژه گفتن، یه کلیپ درست کرده بودن. آقا مثلا یه جایی گفته بود امام، یه جایی گفته بود سگ، یه جایی گفته بود نفر. اینا رو هم چسبونده بودن. یادتون نیست که امام هر نفر به سگ. پس میگه آقا رو اصلا من با نهایت احترام اومدم شفاف سازی بشه، یعنی برخوردها میتونه متفاوت باشه. ببینید اگر من بعد از این قصه حسن نصرالله اینو گفته بودم، گفتی آقا چرا گفتی حسن؟ این مال 5 سال قبل. اصلا نه قصه حماس بود، نه حسن نصرالله بود، نه یه سری اون موقع چسبوندن گفتن این حسن روحانی رو میگه. حالا اون موقع یه عده گفتن باری کلا برای ما کف زدن، گفتن حسن روحانی. پس موضوع دیگه انشالله ما انشالله با اجازهتون پخش میکنیم اون بخشی که تکذیب کردین. نه شاید برای شما یا خیلی از مخاطبین عجیب باشه که یک روحانی یا حالا به زعم خیلی ها روحانی نما چون این حرفایی زده باشه، ولی در حوزه علمیه ایران و نجف افراد و نهله های مختلفی وجود دارند. گفته میشه این فرد جزوی از فرقه یا گروه شیرازی ها موسوم به آیت الله شیرازیه، فردی که خیلی مواضعش با غرب و خصوصا انگلیس همراهه و اونها هم خیلی بهش میدون میدن. دور تا دور حرم امام حسین هم شبکه‌های مختلفی وابسته به این فرد وجود داره. آیت الله شیرازی که با حکومت اسلامی، ولایت فقیه و غیر مخالفه، میدون وسیعی در خصوصا رسانه، تبلیغات و بحث‌های مالی از طرف انگلیسی ها و حالا اسمن میگن انگلیسی ها، غربی ها داره. اما ریشه این نگاه خصوصا در انجمن حجتیه که با جمهوری اسلامی مشکل دارن عمیق تره. برای مثال در دوران دفاع مقدس در شهر اصفهان برخی از این طلاب یک حوزه علمی مشهوری رو در دست داشتن و مشهور بود که اینها دور هم جمع می شدن، ختم صلوات می گرفتن تا امام خمینی زودتر فوت کنه و با خوشخیالی این اندیشه را داشتن که با فوت امام جنگ تموم میشه، در حالی که صدام میخواست خودش رو آقای کشورهای عربی بعد از جمال عبدالناصر بدونه و غربی ها هم همه جور بهش تضمین داده بودن که با فتح ایران اون به ژاندارم جدید منطقه تبدیل میشه. متاسفانه این افراد همونطوری که خودشون هم اذعان دارن از سیاست فراری اند و راحت در
زمین بازی دشمن بازی میکنن. زمینی که در طول تاریخ اهل بیت رو به مسلخ کشید و برخی از مقدس مآبها مثل خواجه ربیع بر سجاده خودشون تکیه زده بودند. اما اینها تکیه هم نمیزنند، مخالفت خودشون رو رسما اعلام میکنن و تخریب هاشون رو در میون جوانها ریشه دار. ممنون که با ما در کانال یوتیوبی سخنران همراهید. نظرات شما و تجربیاتتون در مورد این افراد مهمه.